دعای شام داوود که پر از ایمان به مدد خدا می باشد. برای سردار مغنیان بر سازهای تارناک، ترانه داوود. وقتی که تو را می خوانم مرا اجابت نما ای خدای عدل من. در تنگی مرا وسعت داده ای و من مرحمت نما و دعایم را بشنو. ای فرزندان انسان، تا به کی جلالم در ننگ خواهد بود؟ و گپ‌های خشک و خالی را دوست داشته طالب کسب خواهید بود؟ سلا. ولی بدانید که خداوند پارسایان را برای خود جدا کرده است. خداوند میشنود وقتی که او را میخوانم. مضطرب شده خطا نکنید. بر بسترهای خود در دلهاتان اندیشه کنید و ساکت باشید. سلا. قربانی‌های عدالت را تقدیم نمایید و به خداوند توکل کنید. بسیار کسان میگویند که به ما نیکویی را نشان میدهد. نور روی خود را به ما ظاهر نما ای خداوند. به دلم شادی بخشیده ای از آن وقتی که غله آنها و آب انگور آنها افزوده است. به سلامتی دراز میکشم و خواب میروم، زیرا که تنها تو ای خداوند مرا در آسودگی ساکن میگردانی.